خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. نگاه به ایمیل ها رو شروع میکنیم با تشکر از دوست گرامی سارا فراهانی به خاطر مطالب طنز بسیار جالبی که برامون فرستادن و از جمله خبر تو خبر همین هفته هم بسیار ازشون کمک گرفتیم. از دوستانی که طنزهای جالب این هفته رو برامون فرستادن تشکر میکنیم، به خصوص کامبیز دلجوان، عجب اسم با مسمایی داری کامبیز، ناصر احمدی، دوست گرامی سیمین و محمد عزیز از آلمان، رسا افشارچی، مرتضای عزیز از دانمارک، روانبخش و دوست گرامی آزاده توانا و همینطور ABC. حسن هادی، تصاویر زیبایی که فرستاده بودی رسید، حتما به شکل مناسبی ازشون استفاده خواهیم کرد. کریم کار فوق‌العاده‌ای با سایه برامون فرستاده که متاسفانه اینجا فقط چند ثانیه‌اش رو میتونیم نشون بدیم. یک کار بلند و بسیار دیدنی هست که حتما در سایر برنامه‌های سیمای آزادی به شکلی بهش خواهیم پرداخت. شیرو سیفی، ممنون بابت طنز قشنگی که فرستادی. همینجا از فرصت استفاده کنم از همه دوستان عزیز طنز پرداز و اهل طنزن که برامون قطعاتی فرستادن تشکر کنم. مشخصا از اکبر اقبالی، فریبرز ممتحن و رسول امین خیلی ممنونیم به خاطر پشتیبانی موثری که برای پیکشادی فراهم کردید و میکنید. دوست گرامی زهران نیلی، نکات طنزی که فرستادید عالی بود، برخیشو در شارع استراتژی همین هفته هم استفاده کردیم. علی نکویی به مناسبت سالگرد حذف یارانه ها نوشته گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید، گفتم که نان گران شد گفتا گرانتر آید، گفتم ز نرخ قصاب فریاد ما بلند است، گفتا که گوشت کم خور تا حاجتت برآید، گفتم که از گرانی جانم به لب رسیده، گفتا تحملش کن تا جان تو درآید. دوست گرامی نسرین، ممنون بابت خبر طنزی که فرستادید، تلاش میکنیم که به شکل مناسب از اون استفاده کنیم.